به نظرت این دوخت سخته؟ تا آخر ویدیو بمون و ببین که چقدر راحته. از لبه لباس 1 سانت فاصله میگیریم و یک خط صاف میکشیم. بعد اون خط صاف رو در اندازه های 1 سانتی متری تقسیم میکنیم. حالا از کریستال سایز 4 استفاده میکنیم و در فاصله های 1 سانتی متری به صورت تک دوزی میدوزیم تا خطمون کامل بشه. وقتی که خط رو کامل کردیم دوباره سوزنمون رو به اول کار میاریم و 7 یا 8 تا منجو برمیداریم و از پایین کریستال اولی به صورت اوری به بالای کریستال دومی دوخت میزنیم. دوباره همون مقدار متریال رو برمیداریم و دقت کنید سوزن از بالای کریستال وارد پارچه میشه و از پایین کریستال بیرون میاد. این دوخت اوری به یک طرفه رو تا پایان کار ادامه میدیم. وقتی که خطمون کامل شد دوباره سوزن رو به اول کار میاریم و 7 یا 8 تا منجو دوباره برمیداریم. این دفعه به صورت برعکس سوزن رو از پایین کریستال وارد پارچه میکنیم و از بالای کریستال بیرون میاریم به صورتی که منجوقا به صورت ضربدری روی هم قرار بگیرن. اول پیج منو فالو کن و بعد این پست رو ذخیره کن که مطمئنم بعداً به دردت میخوره.